خب سلام بچه ها، با یک آموزشی یه مایکرافت. خب حالا این باشا ببینم من دارم در تبلت، من الان دارم تو تبلت مایکرافت بازی میکنم. خب و این نسخه 1.21 خب یعنی همون نسخه که توش تریال چمپله، اسمشو درست گفتم یا نه، ولی ببینید من شما مثلا دارید تو گوشی منو فیلم منو نگاه کن، درسته؟ خب بله درسته. الان من دارم در تبلت بازی میکنم، شما دارید میبینید که من چجوری دارم خودم تو کنترل میکنم و حرکت میکنم، درسته؟ خب اما من که دارم خودم حرکت میکنم، اگر شما در گوشی بازی میکنید ولی کنترل بازیتون یعنی همین دکمه خیلی کوچیک بود و دارید سروایول بازی میکنید، یعنی عادت کردیم سروایول و میخواین بهتر بازی کنید، مثلا الان اینا به من کوچیک نیستن، به من بزرگه. خب اگه شما میخواین عوض کنید، خب چون شما کوچیک عوضیت میکنه، گفتم که ویدیو موزیک درست کنم که بهتون یاد بدم. خب اولا در ستینگ و این گزینه رو میزنیم، یعنی همین توچ، وقتی میزنیمش میریم پایین و اینجا ببینید الان بهتون نشون بدم این گزینه. خب موبایل مینی سایز، اینو وقتی میزنیم ببین الان او 50، اگه بکنم شوی مثلا 70، بعد برگردیم به اینجا به صفحه اصلی که خیلی بزرگ شده و این برای شما خیلی خوبه، ولی برای من چون من دارم تبلت بازی کنم، من 50 همون برام خوبه و بله این هم از آموزش امروز. بچه اگه میخواین بیشتر آموزش های ماینکرافتی بذارم سابسکرایب کنین و لایک کنین.